سال 2025 برای اقتصاد افغانستان با وجود منجمد ماندن 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های کشور در غرب سال پرتحرک بود. گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در این سال حدود 4.3% رشد داشته که عمدتاً از فعالیت‌های داخلی و رونق نسبی بازارها به دست آمده است. تورم نیز در سطح پایین قرار گرفته و به طور میانگین 2% برآورد شده، یکی از کمترین نرخ‌ها در منطقه. در بخش مالی، عواید مالیاتی داخلی به 17.1% تولید ناخالص داخلی رسید که نتیجه اجرای سختگیرانه‌تر قوانین مالیاتی است. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی ظرفیت بودجه را محدود کرده و وابستگی به مالیات‌های تجاری و حمایت اهدا کنندگان همچنان ادامه داشت. په 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه 2% ښودل شوې ده چې دا د سیمې د هیوادونو په کچه د غوره انفلاسیون لرونکو هیوادونو په کتار کې افغانستان ته ځای ورکړی دی. افغانستان در سال 2025 شاهد امضای 10 قرارداد اقتصادی بود. از آغاز پروژه افغان ترانس و بیش از 30 توافقنامه تجاری با ازبکستان گرفته تا تفاهم نامه تولید 10,000 مگاوات برق و قرارداد 165 میلیون دلاری با قرقیزستان. این توافقها نشانه ای از تحرک تازه اقتصادی افغانستان در سال گذشته به شمار می رود. مقامات امارت اسلامی در سال 2025 در شمار از نشست‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه، مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، نشست وزرای تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی، نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی، انجمن اقتصادی قرقیزستان روسیه و نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی در آذربایجان اشتراک کردند. نشست‌ها و دیدارهای بیشتر با کشورهای همسایه و همچنان برخی طرف‌های بین المللی حضور داشتند و بیشتر از این گفتگوها البته عملی و میتونیم بگیم که واقعی بینانه بود، مثلا تجارت، ترانزیت در قسمت مرزها و موضوعات بانکی و همچنان در قسمت امانگی‌های بشردوستانه. در سال 2025 افغانستان میزبان چندین نمایشگاه ملی و بین‌المللی بود، از جمله 4مین نمایشگاه امام ابو حنیفه، نمایشگاه صنعتی و تجاری 7 روزه، نمایشگاه صحت افغان، هفته صنعت و تجارت و نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان. به گفته مسئولان، این رویدادها با هدف معرفی تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از صنعت ملی برگزار شدند. در این سال همچنین نخستین نشست ملی کار برگزار شد و تفاهم‌نامه‌های برای ایجاد اشتغال برای 1 میلیون نفر امضا گردید. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در 28 جولای امسال روند ثبت نام برای اعزام 2000 کارگر ماهر افغان به قطر را آغاز کرد. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې د قطر هیواد سره تر رسمي تفاهم وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت په درې بیلابیلو پړاوونو کې د هیوادوالو نوملیکنه ترسره کړه چې یاد بهیر پای ته رسیدلی ده او د راتلونکي لپاره که چیرته کاري فرصتونه ترلاسه کیږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت به رسمي اعلامیه خپروي. در اواخر سال 2025 تنش میان امارت اسلامی و پاکستان منجر به مسدود شدن مسیرهای تجاری توسط اسلام آباد شد، اقدامی که زیان سنگین به بازرگانان دو طرف وارد کرد. با این حال امارت اسلامی با استفاده از مسیرهای بدیل جریان تجارت را حفظ کرده و از خسارات بیشتر جلوگیری نمود. در 12 نوامبر 2025 معاون اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرد که طی 3 ماه آینده تجارت با پاکستان به ویژه در بخش دارو به گونه کامل متوقف می شود و تا زمان ارائه تضمین رسمی از سوی پاکستان هیچ گونه تجارت از سر گرفته نخواهد شد. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 2 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچ چاته د واردولو اجازه ورنکړي. پس از بسته شدن مرزها با پاکستان، افغانستان تجارت خود را به طور چشمگیر از طریق بندر چابهار و کشورهای آسیای مرکزی گسترش داد. در همین راستا وزارت صنعت و تجارت در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران برای تسهیل تجارت افغانستان از مسیر چابهار 50% تخفیف در طرفه‌های صادرات و واردات در نظر گرفته است. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورستیو هڅو له مخې د ایران له لوري د چابهار بندر له لارې د ترانزیټي لګښتونو په کچه د ایران د نورو بندرونو په پرتله
50% پرې تخفیف ورکول شوی دی. افغانان در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای تنوع بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به یک جانبه گرایی اقتصادی، افغانستان گام‌های مهم در جهت گسترش روابط با هند برداشت. در همین چارچوب یک تفاهم‌نامه 100 میلیون دلاری میان شرکت‌های افغان و هندی برای واردات و تولید دارو به امضا رسید. علاوه بر آن، این همکاری ها نه تنها نشان دهنده تقویت روابط اقتصادی میان کابل و دهلی نو است، بلکه در عمل توانست بخشی از خلای ناشی از توافق واردات دارو از پاکستان را نیز جبران نماید. در صورت عدم مبادلات تجارتی و اقتصادی با پاکستان میتونه تعاملات تجاری خود با همسایه های دیگی که در اینجا وجود داره را تامین بکنه و ما شما شاهد هستیم که هند در قسمت تامین روابط اقتصادی، مخصوصا در قسمت تامین دوا و امثال از اینا، بخش مهمی از نیازهای افغانستان را تامین میکنه. امارت اسلامی طی یک سال گذشته توانسته است با ایجاد امنیت سراسری، ساده سازی روندهای اداری، تسهیل در ثبت شرکت ها و تضمین حفاظت از سرمایه ها زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم سازد. در کنار این اقدامات، امضای تفاهمنامه ها و قراردادهای همکاری ها با کشورها چون چین، ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه نشان دهنده گسترش تعاملات اقتصادی افغانستان با منطقه و جهان می باشد. سال 2025 برای امارت اسلامی ترکیب از دستاوردها و چالش‌ها بود، از رشد صادرات، خودکفایی بودجه‌ای و توسعه پروژه‌های بزرگ گرفته تا ثبات پولی و تورم پایین. در مقابل، محدودیت‌های بانکی، عدم شناسایی رسمی حکومت، فقر و بیکاری و فشارهای سیاسی و تجاری همچنان از چالش‌های جدی باقی ماندند. در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بسیار بزرگی شرکت کردند. در طریق از این کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی که در اینجا حضور داشتند، تجار بین‌المللی و سرمایه‌گذارهای مختلف جذب سرمایه‌گذاری کردند در افغانستان و شرکت‌های زیاد در بخش معادن و در بخش‌های مختلف فعلا آمدن و می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، می‌خواهند پروژه بگیرند. با گذشت یک سال، اقتصاد افغانستان در موقعیت قرار دارد که همزمان فرصت‌ها و چالش‌های بزرگ را تجربه می‌کند. از یک سو رشد صادرات، افزایش درآمدهای داخلی و تلاش‌های گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه‌هایی از حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی را به نمایش گذاشته است. پروژه‌های مهم در بخش معادن، زراعت، انرژی و صنعت چشم‌انداز روشن از احیای اقتصادی ترسیم کردند. از سوی دیگر، ادامه محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی موانع مهم در مسیر ثبات و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین فقر، بیکاری و نارسایی در بخش بانکداری از جمله چالش‌هایی اند که نیازمند اصلاحات و مدیریت دقیق‌اند.